بامداد امروز دوشنبه تهران و شماری از شهرهای دیگر شاهد موجی از انفجارها و پروازهای جنگنده ها بودند. در تهران چندین انفجار شدید در مناطق مختلف از جمله حکیمیه، اندرزگو و شرق شهر گزارش شده و همزمان پدافند هوایی فعال بوده. همچنان ساکنان از لرزش منازل خبر دادند. در برخی مناطق نیز صداهای مهیب انفجار و تحرکات هوایی ثبت شده و در برخی مناطق دیگر نیز قطع برق رخ داده است. جزئیات بیشتر درباره علت این رویدادها هنوز منتشر نشده است. سپاه پاسداران اعلام کرد در صورت هدف قرار گرفتن نیروگاه‌های برق ایران، زیرساخت‌های انرژی طرف مقابل و برخی تأسیسات در منطقه را هدف قرار خواهد داد. این هشدار در پی ضرب العجل 47 ساعته ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح شده است. تنش‌ها در منطقه همچنان رو به افزایش است. سنتگام اعلام کرد که یک کارخانه تولید موتور توربین در قم که به گفته این نهاد در ساخت موتور پهپادهای تهاجمی مرتبط به سپاه نقش داشت، هدف حملات هوایی امریکا قرار گرفته است. بر اساس این بیانیه، این تأسیسات که پیش از حمله سالم بود، در پی حملات ویرانگر به شدت تخریب شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیام کوتاه در تروس سوشال نوشت صلح از طریق قدرت، آن هم در حالی که پیشتر به ایران 47 ساعت فرصت داده بود تا تنگه هرمز را باز کند و در غیر آن تهدید به حمله به نیروگاه‌ها کرده بود. همزمان سخنگوی ارتش اسرائیل حملات اخیر ایران به شهرهای این کشور را بی‌پروا و با هدف قرار دادن غیر نظامیان توصیف کرده است.